أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، ثم أما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران و دوستداران آموزش زبان عربی، الحمدلله که ما و شما از کتاب تعلیم زبان عربی 82 درس گرفتیم و بنده حالا باشد میخواهم درس 83 را به سمع شما برادران و خواهران تقدیم و پیشنهاد بگردانم. صاحب کتاب میگوید الدرس الثالث و الثمانون، یعنی درس 83. الدرس الثالث و الثمانون، درس 83. درس 83 و مثل درس های گذشته کلمه های نو برای حفظ کردن دارد که این کلمه ها باید با تمام نازکی هایشان حفظ کرده شوند. صاحب کتاب اولین کلمه ای که میارد میگوید در این درس 83 که بطیخون. بطیخون یعنی تربوز. بطیخ تربوز رو میگویند. بعدش میگوید شمامون. شمامون یعنی خربوزه یا خربوزش میگوییم، خربوزه یا خربوز، چطوره که صورتشان هست. بعدش میگوید لیفتون. لیفتون یعنی شلغم. لیفتون یعنی شلغم. بعد از این میگوید بصلون. بصلون یعنی پیاز. بصل پیاز رو میگویند. بعدش میگوید کرونبون. کرونبون یعنی کپوست. کرونبون کپوست رو میگوید. همچنین ملفوف هم میگویند کپوست رو. ملفوفون همچنین کپوست رو میگوید. کرونبون همچنین کپوست. بعدش میگوید خیارون. خیارون یعنی بادرینگ. خیار بادرینگ رو میگویند. بعد از این میگوید فجلون. در کتاب اصل کتاب فجلون نوشتگی است، اون غلط است. فجلون فعلا ضمه میتیم. فجلون. فجلون یعنی ترب. فجل ترب میگویند. بعد از این میگوید جزرون. جزرون یعنی سوزی، یا گفتی برادران ونجی که زردک. زردک یا سوزی. جزرون سوزی یا سبزی میگوییم. بعدش میگوید ثومون. ثومون یعنی چسناک. ثوم چسناک رو میگویند. بعد از این میگوید رفیقون. رفیقون یعنی رفیق. رفیقون رفیق دوست. با توجه که ما و شما هم رفیق میگوییم. جمعش رفقاء، دوست ها، رفیق ها. بعدش میگوید اسرع الی. اسرع الی یعنی سراسیمه رفت. ایلا را ترجمه نمیکنیم، ایلا برای تعدیه هست. اسرع الی سراسیمه رفت یا با سرعت رفت یا میگیم تیز رفت. اسرع یسرع اسراعا از 22 باب صرفی از باب 7 است. اکرم یکرم اکراما. اسرع تیز رفت، سراسیمه رفت، با سرعت رفت. یسرع تیز می رود. اسراعا مصدرش به معنای تیز رفتن یا سراسیمه رفتن. بعد از این میگوید دون ان یجلسه. دون ان یجلسه، این ان یجلسه را به تعویل مصدر ترجمه میکنیم. میگویم که ننشسته. دون ان یجلسه یعنی دون الجلوسی. ننشسته. نشسته مصدر مکوره کرد. دون الجلوسی ننشسته. دون ان یجلسه. یا اگر ترجمه تحت لفظی کنیم میگیم که
بدون اینکه بنشیند، بدون اینکه بنشیند، دون ان یجلسه. بعدش میگوید ولو. این لو، این واو همون واوه که میآید به معناهای گوناگون، اما کلمه لو معناهای خیلی زیاد دارد در زبان عربی. لو ما یتضمن معنی شرط داریم که غیر جازمه است، فعل شرط جواب شرط میگیرد و مثل من و ما اسم های شرط، اما این حرف است و جزم نمی کند فعل را، فعل شرط جواب شرط را جزم نمی کند. و لوها خیلی زیاد داریم. لوی تعلیل داریم، او را حرف تعلیلش میگن، لوی که حرف تعلیل است، یا لوی که به معنای وجود لوجود داریم، یا لوی میگوین الامتناع لامتناع، وجود لوجود، الامتناع لامتناع، هرش یک معنی دارد. این طور لو داریم. یعنی لو در زبان عربی چند نمود می شود، اما در این کتاب که در حوارش میارد لو را، لوی تعلیل را میارد، او را همچنین لوی تقلیل شه میگوین، به معنای کم، به معنای کم ترجمه می شود. انشاءالله در حوار خواهیم دید این مسئله را. یا اینجا جمله را میارد، بعد در این جمله بیانش میکنیم. خب چی میگوید؟ میگوید که من، بعدش کلمه نو میگوید من. این من موصوله هست. ما در گذشته من دیگر خونده بودیم، من استفهامیه بود، من اسم استفهام بود، اما در اینجا این من موصوله هست، به معنای الذی است. یعنی من را میتونیم ترجمه کنیم بگیم شخصی کی، الذی به معنای الذی، شخصی کی. بعد از این مثال میارد رأیت من جاءک، دیدم شخصی را که آمد نزد تو، دیدم کسی را که آمد نزد تو. دقت دادید؟ رأیت فعل و فاعل، من موصوله در محل نصب مفعول به رأیت، اما جاءک جمله فعلی صله من می شود در اعراب، برای من موصوله است. ما گفتیم که موصوله ها اسم مبهم هستند، صله برای خودشان طلب میکنن تا که معناشون واضح شود. پس در این رأیت من بگوی معنی ندارد. دیدم شخصی را، دیدم کسی را. چکار کرد اون کس؟ کی بود اون کس؟ جاءک بیان میکند که آمد نزدی تو، همون شخصی که نزدی تو آمد. دقت دادید؟ جاءک فعل و فاعل و مفعول به است. در این جاءک، جاء فعل ماضی، فاعلش ضمیر مستقر هو، کاف مفعول به است. پس جمله جاءک صله من موصوله لا محل. همین من بگید در جاش الذی را بمون معنی توری است، معنا درست است. میشه بگو که رأیت الذی جاءک، رأیت الذی جاءک. دقت دادید؟ اعرابش چطوری که بیان کردیم همون است. بعد از این میگوید اعطینی ولو درهما، بده مرا اگر یک درهم باشد. ببین لو برای تقلیل است، یعنی اگر که کمتر از یک درهم باشد، کمتر هم باشد، یک درهم یک سومان باشد بده. برای میگم لو برای چی است؟ برای تقلیل است. حرف تعلیلش میگن به معنای تقلیل، یعنی کم. اکنون اعطینی ولو درهما، در اینجا یک اعرابه که هست که این اعرابه دانستنمون بسیار مهم است. کانه با اسمش در بعض جاها واجب است که حذف شود. کانه همون افعال ناقصه که در اول مبتدا و خبر می‌دروید، همون کانه در بعض جاها هم کانه خودش حذف می شود، هم اخواتش حذف می شود، هم معذرت میخوام هم اسمش حذف می شود. پس در همین جا یک کس بگوید ما را اعراب کو، میگم اعطینی، بده برای من، ولو درهمن. درهمن اعرابش چی است؟ درهمن اعرابش خبری کانه محذوفه است، یعنی که اعطینی اصل کلام این طور است، اعطینی ولو کان عطاؤک درهمن، یعنی بده برای من اگر که چی طور میدادگی تو یک درهم باشد. دقت دادید؟ انا این طور اعراب میشه، یا اصل کلمه این طور است. پس لو
لو عادتش همین است که بعدش کانه را قطع اسمش حذف میکند. کانه عطاؤک را حذف کرد، درهمن خبر اینمون کانه محذوفه است، از این حساب منصوب است. این اعراب در ذهنتون داشته باشید. اعطینی ولو درهمن، کسی بگه درهمن برای چی منصوب است؟ میگوی که خبری کانه محذوفه است که بعد لو واجب است که کانه را قطع اسمش حذف کنیم. اعطینی ولو درهمن، بده برای من اگر که 1 درهم باشد، اگر کم هم باشد. بعد از این میگوید مبقلتون. مبقلتون ما شما میگیم اگرات، زمینی کارم. در پیش خانه که زمینی را که شدگار میکنی، کشتی کار میکنی، میگم مبقله. اما ما چند اسم های دیگر خواندیم، مثلا حقلون، کشزار خواندیم، یا دیگر کلمه های خواندیم به معنای جای کارم بود. اما این مبقله چی است؟ این مبقله زمینی اگرات پیش خانه ای که در اون کارتشکا، پیاز، سبزی، چیزهای خوراکی که استفاده انا همون را میچاشی یا زراعت میکنی، انا همون زمین رو، یا دانگی ها مثلا نخود و نسک و این چیزها را که میکاری، انا همون زمین نامش مبقله هست. این در اونجا بقالات باشد. بقالات چیزای دانگی، چیزایی که برای خوردن، یعنی سبزواتی که برای خوردن استفاده برده می شود، کارتشکا و پیاز اینا را بقالات میگوین. پس انا همین طور زمین میگن مبقلتون. مبقلتون. اما اصلی کلمه مبقلتون اگر ما داخل شویم در اصل این کلمه بر وزن مفعلتون هست. این اصلا به معنای، میگن که علمای صرف که لدلالتی علی کثرت شیئی الجامد هست. یعنی چی؟ یعنی وزن مبقله معنای زیاد دارد، به معنای اسم زمان و مکان می آید، به معنای مصدر میمی می آید، به معنای بسیار می آید. اما مبقله همچنین به معنای دلالت کردن به جایی که، مکانی که در اونجا یک چیزی جامد بسیار باشد، چیزی جامد بسیار باشد. مثلا مبقلتون، زمینی که در اون زمین بقالات زیاد هست، بقالات زیاد هست یا باقولات زیاد هست. یعنی چی؟ یعنی که در اون زمین کشتکار خیلی زیاد شدگی است. مثلا بر وزن مفعلتون مثال دیگر بیاریم برای کثرت چیزهای جامد. مثلا اسد، اسد یعنی شیر. اگر گفتنی باشه که در اون زمین اسد بسیار هست، میخوای به یک کلمه بگویی، میگوی مأسدتون. مأسدتون یعنی در اون زمین اسد خیلی زیاد است، شیر خیلی زیاد است. دقت دادید؟ یا ذئبون، گرگ. گفتنی باشی در اون زمین گرگ بسیار است، میگوی معذبتون. معذبتون یعنی در اونجا گرگ بسیاری بد است. دقت دادید؟ پس انا همین طور مبقلتون به معنای کثرت یک چیز در یک مکان می آید، به این معنا. همچنین به معنای سبب هم می آید وزن مفعلتون، اما اینجا سبب نمی شود. اما خود کلمه مفعلتون برای سبب هم می آید. مثلا میگوی که ولدون مبخلتون، یعنی که جوانی که سبب بخیلی هست. دیدید؟ مبخلتون بر وزن مفعلتون، بر وزن مبخلتون به معنای سبب آمد در اینجا، یعنی جوانی که سبب بخیلی است. یا مثلا گفتنی باشی جوانی که سبب بزدلی ترسانچکی مردم است، میگوی که ولدون مجبنون. دقت دادید؟ ولدون مجبنون یعنی جوانی که مجبن است، یعنی سببی به غیرتی و ترسانچکی بزدلی مردم است. دقت در این صورت مجبن، مبخله اینو سبب شده ایستند، وزن مفعله برای سبب آمده است. پس وزن مفعله به معناهای زیاد میاد. در اینجا مبقلتون به معنای جایی که در اونجا باقولات زیاد باشد، یعنی دانگی ها و
سبزیجات های زیاد باشد، میگن مبقلتون. و این همچنین وزنی قیاسی است، وزنی قیاسی است. مبقلتون وزنی قیاسی است. باز یک تا دیگر داره مبقولتونش میگوین، اون غیر قیاسی است، اونم به همین معنا است. مبقولتون فقط قاف ضمه میکنیم، مبقولتون مبقلتون یا معنی دارد، اما مبقولتون غیر قیاسی است، مبقلتون این قیاسی است. بعد از این میگوید مباقلو. مباقلو یعنی زمین های یا اگرات ها، زمین های کارمی، دانگی ها و سبزیجات ها. بعد از این میگوید منارتون. منارتون یعنی مناره. ما شما میگه مناره، چطور در صورت میبینید این را میگن چی؟ مناره. مبقلتون هم چی ببینید؟ اگرات چم صورت چم موندگی است. مبقلتون اگرات یعنی جایی که در اونجا دانگی و سبزیجات های زیاد میروید. بعد از این میگوید مناویرو. مناویرو یعنی مناره ها. منارتون مناویرو. مناویرو مناره ها. مناویرو اسم غیری منصرف است به سبب اونه که این صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگوید من علی طاولتی. من علی طاولتی. من حرف جاره، علا حرف جاره، پس دو تا حرف جار بر اومده است. ما گفتیم از علامت های اسم همین است که در اولش حرف جر بیاید. پس مین اومد، این علا حرف جر است یا اسم است؟ برای اولش مین است. پس جواب میده که این علا حرف جاره نیست، این علا اسم است. برای خاطر علا به معنای گوناگون میآید، حرف جاره هم میآید به معنای اسم میآید، علا به معنای فوق میآید. اینجا در علا به معنای فوق است، زیرا که اسم است. اسم است به معنای فوق است. پس میشه بگویی که من فوق طاولتی. میشه بگویی من علی طاولتی یعنی از بالای میز. میزی توامخیری، طاوله میزی توامخیری. من علی طاولتی یعنی از بالای میزی توامخوری. اینجا در علا به معنای فوق است. بعد از این میگوید نحو البیتی. نحو البیتی یعنی به طرف خانه. نحو البیتی به طرف خانه یا سوی خانه. بعد از این میگوید متوجها نحو البیتی، روی آورنده به طرف خانه. متوجها، متوجها حال اعراب می شود به معنای در حال بودنش روی آوردگی است به سوی خانه، به طرف خانه. در حال بودنش روی آورنده به سوی خانه. این طور ترجمهش میکنیم. بعدش میگوید که انطلقه. انطلقه یعنی رفت. انطلقه ینطلق انطلاقا از 22 باب صرفی از باب دهم است. این کسر ینکسر و انکسارا از باب دهم است. انطلق رفت، ینطلق میرود، انطلاق رفتن. بعد از این میگوید که لا یلوی علی شیء. لا یلوی علی شیء یعنی انتظار نمی شود چیزی را. علا درجه به معنای تعدیه می شود، شیء مفعول به یلوی. انتظار نمی شود چیزی را ترجمهش میکنیم. این یک ترجمه. یا میتونیم بگیم لا یلوی علی شیء یعنی که اهمیت نمی دهد چیزی را. یلوی را به معنای اهمیت هم بگیم می شود. یا توجه نمی کند بر چیزی، و در این صورت علا را ترجمه میکنیم. لا یلوی علی شیء یعنی توجه نمی کند بر چیزی. این ترجمه هم جایزه که لوا یلوی، این لوا یلوی از 22 باب صرفی از باب دوم است، اما این لفیف مقرون است، از باب ضرب یضربو است. لوا یلوی. لوا یلوی به معناهای گوناگون میآید. مثلا لوا به معنای انتظار شد میآید، لوا به معنای اهمیت داد، توجه کرد. همچنین لوا به معنای درد معده میآید. لوا یعنی معدهش درد گرفت. لوا همچنین به معنای تاب دادن میآید. لوا به معنای پیچیدن میآید، یعنی که خم شدن پشت، انسان که پشت خم میکند، یا موی سفید میشود که میانش خم میشود. همین به معنای لوا به همین معنا هم میاد. لوا معنای گوناگون دارد، اما در اینجا
لا یلوی علی شیء ما میتونیم به 2 معنای معین بگیریم. مثلا میتونیم بگیم که لا یلوی علی شیء یعنی انتظار نمی شود چیزی را. انتظار یلوی را به معنای انتظار میگیریم، انتظار نمی شود چیزی را. یا میتونیم بگیم که اهمیت نمیدهد چیزی را. یلوی به معنای اهمیت دادن، اهمیت نمیدهد چیزی را. یا توجه نمیکند به چیزی، اهمیت نمیدهد توجه نمیکند به چیزی. این تا ترجمه بکنیم میشود در اینجا لا یلوی علی شیء، توجه نمیکند، انتظار نمیشود، اهمیت نمیدهد چیزی را. بعد از این میگه داخله، داخله درونی، داخله درونی. بعدش میگه داخل المدینتی یعنی درونی مدینه، داخل مدینه یعنی درونی مدینه، درونی شهر. بعدش میگه خالدون، خالدون به معنای مخلد هست. خالد یعنی که مخلد یعنی جاودانه، دائمی، همیشه. این تا ترجمهش کنی میشود. یا باقی یا نمیرنده. خالد است یعنی نمیرنده است، دائمی است. خالدون رو این تا ترجمه کنیم جایز است، یا همین تا ترجمه می آید. بعدش میگوید نبته، نبته یعنی روید، نبته رویدن رو میگن، یعنی برآمدنی کدام میوه‌جات یا که کدام سبزجات. نبته روید یعنی برآمد. ینبتو میروید، میبراید. نبتون رویدن، نبتون رویدن یا برآمدن. پس نبت ینبتو از 22 باب صرفی باب یکم است. باب نصره ینصرو است. نبت روید، ینبتو میروید، رویدن سبزجات و علف و این چیزها. بعد از این میگوید همون، همون یعنی غمخواری، همون غمخواری، یا میشه بگیم به معنای قصد، به معنای غم و به معنای غصه. این تا ترجمه هم کنی میشود. همون غمخواری و غم و غصه و قصد. و همومون جمع همون یعنی غمخواری ها، قصد ها، غم ها، غصه ها. بعد از این میگوید غالین، غالین اعرابی قاضین شدگی است یا حذف شدگی است، اصل غالیون بود. غالین به معنای قیمت، غالین یعنی قیمت. اما اغلا باشد اسم تفضیل است به معنای قیمتتر. اغلا یعنی قیمتتر، این اسم تفضیل هست. بعد از این میگوید کم سنتن عمرک، کم سنتن عمرک یعنی چند ساله هستی تو، یا چند سال است سن و سال تو. کم سنتن چند سال است، عمرک سن و سال تو، عمری تو. کم سنتن عمرک میشه ترجمه کنیم چند ساله هستی تو. این کم کمی استفهامیه است. ما در گذشته یک کمی دیگر خوندیم، کمی خبریه بود. این کم کمی استفهامیه است. سنتن تمیز است برای کم. برای چه منصوب است؟ به خاطر آنه که تمیز است. کم سنتن عمرک چند سال است عمر تو. کم مبتدا، عمرم خبر. بعدش میگوید ناهست و 50 سنتن یعنی نزدیک شدم به سن و سال 50 سالگی در نزدیک شدم. ناهست یعنی نزدیک شدم. 50 سنتن 50 ساله، به 50 سالگی نزدیک شدم. ناهست فعل و فاعل 50 مفعول به منصوب و علامت نصبه الیا لانه ملحق به جمع مذکر سالم. 50 ملحق به جمع مذکر سالم است. سنتن تمیز برای 50 است. سنتن تمیز است برای 50، برای خاطر منصوب است. بعدش میگوید بلوغون به معنای رسیدن میاد، مصدر باشد. بلغ یبلغ، بلوغون مصدرش میشود. اما اینجا در بلوغ به معنای بلاغت است. یک انسان به بلاغت رسیدن. بلوغ به معنای بلاغت. بعدش میگوید ناهست البلوغ یعنی که نزدیک شدم به بلاغتی، به سن و سال بلاغت رسیدن. نزدیک شدم به سن و سال بلاغت رسی. ناهستو فعل و فاعل، بلوغ مفعول به ناهستو.
بعدش میگوید اذ ذاک یعنی که همان وقت، یا حین ذاک. اذ ذاک به معنای حین ذاک است. اگر به عربی بگیم اذ ذاک یعنی حین ذاک. حین ذاک یعنی که همان وقت. حین ذاک همان وقت. پس اذ ذاک ذال یکمه می نویسیم، اما ذال یکمه در ذال دوم ادغام میکنیم. اینا میگن ادغام متماثلین، زیرا اینکه دو ذال برابر اومد، ذال اولش ساکن، ذال دومش متحرک، واجب است که ذال یکمه در دوم ادغام کنیم. برای خاطر میگیم اذ ذاک، ذال یکمه می نویسیم، یگان حرکت نمیمونیم، ذال دوم در بالا شده میمونیم که الف رو در ذال دوم ادغام میکنیم. میگیم اذ ذاک یعنی همان وقت، حین ذاک. بعد از این میگوید علی الاکثری. علی الاکثری یعنی حد اکثر. علی الاکثری حد اکثر. علی الاقلی یعنی حد اقل، حد کمتر. علی الاکثر حد اکثر، حد زیادتر. علی الاقل حد کمتر، یعنی کمترین حد میگویم کو، همون میگن علی الاقل کمترین حد. علی الاکثر یعنی که حد اکثر، زیادترین. بعدش میگوید راتبون. راتبون یعنی مزد مهنت. راتبون مزد مهنت، که انسان اجا کار میکند در آخر ماه مزد مهنتش رو میگیرد، همون رو میگن راتب. راتبون مزد مهنت. رواتبو مزدهای مهنت. رواتبو مزدهای مهنت جمع صیغه منتهی الجموع هست. بعد از این میگه تقاضا. تقاضا به معنای دریافت کرد. تقاضا دریافت کرد، یا به معنای گرفت هم میشه. تقاضا یعنی گرفت. تقاضا به معنای دریافت کرد، اما دریافت کردن گرفت. پس تقاضا از 22 باب صرفی باب 14 است. تقاضا یتقاضا تقاضوین می شود، و مثل تباعد یتباعد تباعدن از باب 14 است. تقاضا یعنی دریافت کرد یا گرفت. یتقاضا دریافت میکند یا میگیرد. تقاضوین گرفتن، همچنین تقاضا مصدر میآید. تقاضا مصدر یا تقاضوین مصدری، در این صورت مصدر قیاسی است. بعد از این میگوید قوتون. قوتون یعنی قوت، قوت و درمان و توانا، نیرو. بعد از این میگوید قوان، قوتها، درمانها یا نیروها. بعد از این میگوید مقدارون. مقدارون یعنی که مقدار یا اندازه. مقدار به معنی اندازه، مقداری از چیزی، اندازه از چیزی. جمعش می شود مقادیرو، مقدارها، اندازه ها. جمع صیغه منتهی الجموع است، آخرش تنوین قبول نمی کند. بعدش میگوید یوم القیامت یعنی روز قیامت. یوم القیامتی یعنی روز قیامت. بعدش میگوید التحق بی. التحق به معنای داخل شد یا به معنای پیوست. التحق بی، این بی برای تعدیه است. داخل شد یا پیوست. التحق یلتحق التحاقا از 22 باب صرفی از باب 11 است. از باب اجتماع یجتمع اجتماعا. التحق یلتحق التحاقا. التحق داخل شد یا پیوست شد. یلتحق داخل می شود پیوست می شود. التحاق داخل شدن پیوست شدن. بعد از این میگوید التحق بالجامعتی یعنی پیوست شد در اونیورسیته، در دانشگاه، یا میتونیم بگیم داخل شد در دانشگاه. این بی را میتونیم به معنی فی ترجمهش کنیم. داخل شد در دانشگاه یا پیوست شد در دانشگاه. پس این هست کلمه های نوی درس 83. با همین کلمه های نوی درس 83 با پایان رسید. اکنون میگذاریم به حوار و گفتگوی درس 83. صاحب کتاب در حوار و گفتگوی این درس میگوید
لی رفیق نشیط لا یکاد یصل الى البیت من الجامعة و یتناول الطعام حتی یسرع الى المکتبة دون ان یستریح ولو قلیلا. دقت دادید؟ میگه که لی رفیق نشیط، یعنی دارم من رفیق فعال، دوستی فعال. لا یکاد یصل الى البیت من الجامعة، نزدیک است به اثبات. اگر ترجمهش کردیم لا یکادو نفی آمده است، دو ترجمه در درس گذشته گفتیم کاد یکادو را اگر قبلش نفی بیاید عالما دو نمود، یا با نفی ترجمهش که میگد یا که با اثبات، معنای هر دوش یک چیز است. لا یکادو قریب بود، نزدیک بود، ما با اثبات ترجمهش کردیم. قریب بود، نزدیک بود، برسد به خانه، برسد به خانه از دانشگاه، من الجامعه از دانشگاه. اگر به نفی ترجمه کنیم قریب نبود، نزدیک نبود، برسد به خانه از دانشگاه. و یتناول الطعام، و بخورد، زمان حال ترجمه میکنیم. یصل را زمان حال ترجمه میکنیم برسد، یتناول را زمان حال ترجمه میکنیم بخورد طعام را. حتی یسرع الى المکتبة، یعنی که زود برود. یسرع را به زمان حال ترجمهش میکنیم، زود برود به کتابخانه، زود برود الى المکتبة، به سوی کتابخانه. دون ان یستریح ولو قلیلا، دون ان یستریح یعنی دون الاستراحة، یعنی استراحت نکرده، دون ان یستریح استراحت نکرده و اگر کمم که باشد، ولو قلیلا، و اگر کمم که باشد. اکنون میگه لی رفیق نشیط لا یکاد یصل الى البیت من الجامعة و یتناول الطعام حتی یسرع الى المکتبة دون ان یستریح ولو قلیلا. یعنی دارم من یک رفیق فعال. لی جار مجرور متعلق به کائنون، خبر مقدم، رفیق مبتدا مؤخر، نشیط صفت رفیق. لا یکاد یصل الى البیت، این صفت دویمی رفیق می شود. جمله فعلی صفت دویمی رفیق. نزدیک بود یا نزدیک نبود برسد به خانه از دانشگاه و بخورد طعام را و زود برود به کتابخانه، استراحت نکرده اگر کمم که باشد. لولوی تعلیل، حرف تعلیل گفتم به معنای تقلیل، اگر کمم که باشد. اکنون اینجا یک کلمه نوه برای توضیح ما داریم، حتی یسرعو. این حتی را ما و شما در آجرومیه خوانده بودیم یا می دانستیم که بعد حتی فعل مضارع منصوب می شود، باید بگیم حتی یسرعه. یسرعو فعل مضارع است، اسرع یسرعو. اما چرا این را ما حتی یسرعون میگیم و حتی یسرعه نمیگیم، منصوبش نمیکنیم؟ چرا؟ اکنون مسئله بسیار مهم است. بله، حتی بعدش یک انی ناصبه هست که وجوباً حذف میشود، فعل مضارع را منصوب میکند. حتی یسرعه در کدام صورت؟ در همان صورتی که یسرعه به معنای حال نباشد، به معنای آینده باشد. اما در اینجا ترجمه را دقت داده باشید، یسرعو را ما زمان حال ترجمه کردیم. بعد حتی فعل مضارع به زمان حال بیاید منصوب نمی شود، مرفوع خوانده می شود. اما اون حتی که هست، اون حتی حرف ابتدایی ترجمه می شود. بعدش جمله فعلی جمله ابتدایی هست. دقت دادید؟ این مسئله را در ذهنتون داشته باشید. حتی یسرعو، یسرعو به زمان حال است، برای همون خاطر ما منصوبش نمیخونیم. اگر زمان آینده میشد ما منصوبش میخوندیم، پس میشد که حتی ان یسرعه، یا ان ما حذف میکردیم. دقت دادید؟ و در سه صورت بعد حتی فعل مضارع منصوب خوانده نمی شود. در سه صورت، یکمش که فعل مضارع اگر بعد حتی به زمان حال باشد، این یکم صورت است که دیده است. دوم، اگر که بعد حتی به پیش از حتی سبب نباشد،
سبب برای پیش از حتی نباشد، یعنی که حتی با یک حرف جار و مجرور شده متعلق به ما قبلش تعلق نگیرد، سبب نشود. در این صورت همچنین بعد حتی فعل مضارع مرفوع خوانده می شود. و سوم صورت، آخرین صورتی که فعل مضارع مرفوع خوانده می شود بعد حتی، اگر که پیش از حتی تام باشد، یعنی که پیش از حتی سخنایی باشد که بعد حتی اون را تکمیل نکند، اون را تکمیل نکند. یا دویم جایی که حتی ناسبه نمی کند میتونیم بگیم که حتی که بعدش سبب برای قبلش نباشد، بعدش سبب برای قبلش نباشد. این سه جا را در یادتون بگیرید. بعد حتی همین سه حالت دیدید، فعل مضارع را مرفوع بخونید، با منصوب نخونید. برای میگیم حتی یسرعو، نمیگیم یسرعا، برای یسرو برای زمان حال است. دقت بتید اکنون در ترجمه میگیم که دارم من دوستی فعال نزدیک است که برسد به خانه از دانشگاه و نزدیک است که تناول کند طعام را، و نزدیک است که بخورد طعام را، حتی یسرع الی المکتبتی، زود برود، زود میرود نمیگیم، اگر میرود بگیم حتی یسرع میگیم، اینجا میگیم زود برود به سوی کتابخانه، دون ان یستریح، بدون استراحت، دم نگرفته، ولو قلیلا، قلیلا را گفتیم بعد لوی تعلیلیه کانه با اسمش حذف می شود، پس ولو کان الاستراحتو یا ولو کانت الاستراحتو قلیلا، این طور است اصلی جمله. و اگر هرچند که باشد دمگیری کم، این همون کم هم اقلا دم نمیگیرد، از مکتب از دانشگاه می آید، طعامش می خورد، زود به کتابخانه می رود، یگان معده دم نمی گیرد بدون استراحت. الا به معنای تقلیل، هیچی دم نمی گیرد، هیچی استراحت نمی کند. بعد از این میگوید ولا یکاد یسمع صوت المؤذن من علی منارة المسجد حتی یخرجوا من البیت متوجها نحو المسجد فیسلم علی من بصحن المسجد وینطلق الى داخله لا یلوی علی شیء. میگه که ولا یکادو یعنی نزدیک است یا نزدیک نیست بشنود آواز مؤذن را، آواز اذان را، اذانگویک را، یعنی آواز اذان را بشنود. من علی منارة المسجدی، از بالای مناره مسجد، از بالای، علا به معنای فوق، من علی منارة المسجد، از بالای مناره مسجد، حتی یخرجو، حتی یخرجو ببراید، حتی یخرجو چرا که پیشتر قید کردیم یخرجو فعل مضارع به زمان حال، ببراید یا حتی ببراید، حتی هم ترجمه کنیم می شود، ترجمه هم نکنیم می شود، ببراید یا حتی ببراید از خانه متوجها روی آورنده به طرف مسجد، فیسلم علی من بصحن المسجدی، پس سلام میگوید بر شخصانی که در صحن مسجد هستند، در حولی مسجد هستند، و ینطلق الی داخله، و می رود به درون مسجد، و می درآید داخل مسجد. لا یلوی علی شیء، لا یلوی علی شیء یعنی انتظار نمی شود چیزی را، یا میتونم بگم اهمیت نمی دهد چیزی را، یا توجه نمی کند بر چیزی، زیرا که یلوی را گفتیم به معناهای گوناگون می آید. ولا یکاد یسمع صوت المؤذن، ولا یکادو اسم یکادو هو، یسمعو ضمیر مستتر هو، یسمعو خبر یکادو، جمله فعلی خبر یکادو در محل نصب. صوت المؤذنی یسمعو را فاعلش باز هو ضمیر مستتر، صوت المؤذنی این مفعول به برای یسمعو، صوت المؤذنی. من علی منارة المسجد جار و مجرور، حتی یخرجو، حتی ابتداییه
یخرجو فعل مضارع بعدش مرفوع خونده میشد، برای به زمان حال است. بی برایت. من البیتی یعنی که از خانه. من البیتی یعنی که از خانه. متوجها برای چی منصوب است؟ به خاطر اینکه حال از فاعل یخرجو است. یخرجو فاعلش ضمیر مستتر هو، انا همون هو را حالش متوجها هست، یعنی می برایت وی از خانه در حال بودن همون وی روی آورنده. دیدید؟ در حال بودنش روی آورنده، یعنی رو آورده است. نحو المسجدی به طرف مسجد. نحو این ظرف است، برای همون خاطر منصوب است. فیسلمو علی من بصحن المسجدی. پس سلام میگوید علی من این اسم موصول، من موصوله در محل جر اسم مجرور، علی حرف جار، من در محل جر اسم مجرور. بصحن المسجدی جار و مجرور متعلق به یکونو یا به یستقر جمله فعلی لا محل به کائنون صله من. دقت دادید؟ متعلق به کائنون صله من موصوله که است احتیاج به صله دارد. و ینطلق الی داخله و می رود به داخل مسجد. لا یلوی علی شیء یعنی دقت نمی دهد، اهمیت نمی دهد، توجه نمی کند بر چیزی. ولا یکاد یسمع صوت المؤذن من علی منارة المسجد حتی یخرج من البیت متوجها نحو المسجد فیسلم علی من بصحن المسجد و ینطلق الی داخله لا یلوی علی شیء. نزدیک نبود بشنود آواز از آن را از بالای مناره مسجد بیرون شود از خانه در حال بودنش روی آورنده به طرف مسجد. پس سلام میدهد بر شخصانی که، بر کسایی که، بر انسانهایی که در بیجه به معنای فی است، فی صحن المسجد یعنی در حوله مسجد هستند. و می درآید ینطلق و می رود به داخل مسجد. لا یلوی علی شیء و اهمیت نمی دهد، دقت نمی دهد، توجه نمی کند بر چیزی. بعد از این میگوید فی مبقلتنا ینبت الخیار والکرنب والبصل والثوم والجزر واللفت والبطیخ والشمام والفجل. دقت دادید؟ میگوید فی مبقلتنا یعنی در اگرات ما. مبقله را گفتیم به توضیح در کلمات نو درس بیان کردیم، یعنی در اگرات ما میروید خیار یعنی بادرینگ، والکرنب یعنی کپوست، والبصل یعنی پیاز، و ثوم چسناک، والجزر و زردک گفتی برادران ونجی یا سوزی، واللفت یعنی که شلغم، والبطیخ تربوز، و شمام خربوز، والفجل ترب. همین چیزها میگوید میرود. این واوایی که در بر میبینید همش واوای عاطفه هستند. فی مبقلتنا ینبت الخیار والکرنب والبصل والثوم والجزر واللفت والبطیخ والشمام والفجل. در اگرات ما میروید، میبراید بادرینگ، کپوست، پیاز، چسناک، سوزی و شلغم، تربوز، خربوز و ترب. بعد از این میگوید وقتک اغلا ما فی حیاتک فاصرفه فیما ینفعک و ینفع الاسلام. میگه وقتی تو اغلا ما فی حیاتک، قیمتترین چیزی است که در حیاتت هست. وقتک اغلا ما فی حیاتک یعنی وقتی تو قیمتترین چیزی است که در حیاتت هست. فاصرفه فیما ینفعک، پس صرف کن، خرج کن همون وقتت را فیما ینفعک در چیزایی که فایده میرساند برای تو، در چیزایی که منفعت میرساند برای تو. و ینفع الاسلام و منفعت میرساند به اسلام و فایده میرساند برای اسلام. وقتک اغلا ما فی حیاتک. وقتک مبتدا، اغلا خبری وقتو. اغلا مضاف، ما موصوله مضاف الیه، فی حیاتک جار و مجرور
متعلق به کائنون صله مای موصوله. فصرفه، پس صرفش کن، فعل و فاعل مفعول به، فی ما ینفعک، ما مای موصوله یعنی فی الذی ینفعک، در چیزی که فایده میرساند برایت، ینفعک صله ما مای موصوله، و ینفع الاسلام عطف در جای ینفع اول. وقتک اغلا ما فی حیاتک فصرفه فی ما ینفعک و ینفع الاسلام، یعنی وقتی تو قیمت تر است آن چیزی که در حیاتت است، یا قیمت ترین چیزی در حیاتت است، پس صرف کن وقتت را در چیزی که فایده میبینی تو، یا فایده منفعت میرساند به تو و فایده میرساند به اسلام، فایده میبیند اسلام. بعدش میگوید الاسلام دین خالد یبقى الى یوم القیامة ولكن لا قوة له الا بالعلم والجهاد فجعلهما اول همومك، یعنی که الاسلام یعنی اسلام، دین اسلام، دین خالدون، دینی جاودانه هست، دینی باقی، دینی همیشه و دائمی هست. یبقى الى یوم القیامة، باقی میماند دین اسلام تا روز قیامت. ولیکن میگه لا قوت له، یعنی قوت ندارد اسلام، الا بالعلم والجهاد، مگر با علم و جهاد. یعنی قوت اسلام دو چیز است، علم است که مردم اسلام تعلیم بگیرد و جهاد است که مردم در راه اسلام جهاد بکند با دشمنان الله. فجعلهما، پس میگه بگردان هر دی همونها را، یعنی که علم و جهاد را، اول همومک، اولین قصدت، اولین غصت، اولین فکرت، انا همین دو طرف بگردان که همین دو کارا با هم علم بگیر، هم در راه دین خدمت بکن یا جهاد بر ضد دشمنان دین بکن. الاسلام مبتدا، دینون خبر، خالدون صفت یکم دینون، یبقا صفت جمله فعلی، صفت دوم دینون، یبقا الى یوم القیامة. ولكن لا قوة له، لا نافیه للجنس، قوة اسم لا مبنی على الفتح في محل نصب، له جار و مجرور متعلق با کائنون، خبر لای نافیه للجنس، الا بالعلم والجهاد فجعلهما اول همومک، پس قرار بده هر دو اونها را اولین همت. فجعلهما، فجعل فعل امر، فاعلش ضمیر متقدر انت، هما مفعول به یکم اجعل، اول مفعول به دوم اجعل، اجعل دو مفعوله هست، پس هما مفعول یکمش است و اول مفعول دومش، برای مخاطر اول منصوب است. این قوته برای اسم الله نافیه للجنس است، برای مبنی علی الفتح است. الاسلام دین خالد یبقى الى یوم القیامة ولكن لا قوة له الا بالعلم والجهاد فجعلهما اول همومک، یعنی اسلام دینی جاودانه است، باقی میماند تا روز قیامت، ولکن قوت نیست برای اسلام مگر با علم و جهاد، پس قرار بده علم و جهاد را اولین قصد و مرامت، اولین قصد و مرامت قرارش بده. بعدش میگه المسلمون اذا درسوا العلوم و جاهدوا اصبحوا اقویاء و اذا تركوا العلوم والجهاد اصبحوا ضعفاء و ذهبت قوتهم. میگه که المسلمون یعنی مسلمان ها، اذا درسوا العلوم، هر زمانی که بخوانن علم ها را، درس بگیرن علم ها را، و جاهدوا و جهاد بکنن، خدمت بکنن در راه الله، جهاد بر ضد دشمنان الله بکنن، اصبحوا اقویاء، یعنی اصبح به معنی ساره است در اینجا، همچنین میگردد قوی، میگردند قوی ها، اصبحوا اقویاء، میگردند قوی ها، یعنی با قوت نیرومند میگردند مسلمان ها اگر این دو کار بکنن، علم و جهاد. و اذا ترکوا العلوم، و هر زمانی که ترک کردن علم ها را، و الجهاد و ترک بکنن جهاد را، اصبحوا ضعفاء، اصبحوا یعنی صاروا، میگردن ضعیف، ضعیف و به قوت میگردن، و ذهبت قوتهم، و نابود میشود قوتشان، از بین میرود قوه و نیرویشان،
دقت دادید؟ المسلمون اذا درسوا العلوم. المسلمون یعنی که مبتدا مرفوع علامت رفعی الواو لانه جمع مذکر سالم. اذا درسوا، اذا ظرفیه، درسوا العلوم و جاهدوا اصبحوا اقویاء. دقت دادید؟ پس جمله فعلی خبری المسلمون، اذا ظرفیه، درسوا العلوم و جاهدوا اصبحوا اقویاء. میتونیم که بگیم اذا ظرفیه شرطیه غیر جازمه، اذا شرطیه ظرفیه شرط یعنی ظرف است، شرط رو در بر میگیرد و جزم نمی کند. درس خوند یعنی که بخونن علم و جهاد رو چیکار میکنن؟ اصبحوا اقویاء، قوی میگردن. دقت دادید؟ فعل شرط و جواب شرط لیکن غیر جازمه هست. پس فعل شرط و جواب شرط خبری المسلمون، خبری مبتدا، المسلمون مبتدا است. پس خبرش اذا درسوا العلوم و جاهدوا اصبحوا اقویاء. و اذا این عطف در جای اذا اول هست. و اذا ترکوا العلوم و الجهاد، این همون مسلمان ها ترک بکنن علم ها را نخوانند، و الجهاد و ترک بکنن جهاد را، اصبحوا ضعفاء میگردند ضعیف ها، و ذهبت قوتهم قوتشون از بین میرود. پس اصبحوا از اخوات کان است، این واو اسمی اصبحوا است، اقویاء خبری اصبحوا منصوب است. و اذا ترکوا العلوم مفعول به ترکوا و الجهاد عطف در جای علوم، اصبحوا ضعفاء این همچنین اصبحوا اخوات کان واو اسمی اصبح ضعفاء خبری اصبح منصوب. و ذهبت قوتهم، ذهبت فعل ماضی، قوت فاعل ذهبت، قوت مضاف، هم مضاف الیه. المسلمون اذا درسوا العلوم و جاهدوا اصبحوا اقویاء و اذا ترکوا العلوم و الجهاد اصبحوا ضعفاء و ذهبت قوتهم. مسلمان ها هرگاهی که تعلیم بگیرن علم ها را و جهاد بکنن میگردن قوی، و هرگاهی که ترک بکنن علم را و جهاد را میگردن ضعیف و قوتشان از بین میرود، و از بین میرود قوه هایشان. بعد از این میگوید کم سنتن عمرک، یعنی چند سال است عمری تو، چند سال هستی تو. کم سنتن گفتیم که تمیزی کم، کم استفهامی است، سنتن تمیزی کم برای هم خاطر منصوب است، عمرک خبرش، کم مبتدا. بعدش میگوید ناهست الاربعین، ناهست الاربعین یعنی که نزدیک شدم به 40، یعنی نزدیک شدم به 40 ساله شدم، یعنی نزدیک به 40 سالگی. ناهست الاربعین. بعدش میگوید کم کان عمرک عندما التحقت بالجامعه. کم کان عمرک یعنی چند ساله بودی تو عندما التحقت بالجامعه، وقتی که پیوست شدی در جامعه. بی به معنای فی است. وقتی که پیوست شدی در جامعه یا داخل شدی در جامعه، یعنی که وقتی در اون دانشگاه آمدی، در دانشگاه داخل شدی، چند ساله بودی. کم کان عمرک عندما التحقت بالجامعه، چند ساله بودی وقتی که داخل شدی در دانشگاه. میگه کان عمری اذ ذاک 25 سنة علی الاکثر. میگه کان عمری یعنی عمر من بود، کان عمری من بود، اذ ذاک همان وقت، 25 سنة 25 سال، علی الاکثر حد اکثر، یعنی بسیار میگه 25 ساله بودم. میگه کان عمری اذ ذاک 25 سنة علی الاکثر. کان از اخوات کان ناقصه، عمری اسم کان. اذ ذاک در اعراب میگه اذ ذاک مبتدا هست، خبرش محذوف است. اذ ذاک کائنون یعنی همان زمان من بودم، این طور می شود. اذ ذاک مبتدا، خبر این مبتدا محذوف است. این میگه جمله اعتراضیه. چرا؟ زیرا که در بین اسم کانه و خبر کانه در آمدگی است. اذ ذاک در بین اسم کانه، عمری اسم کانه است، 50 خبر کانه است، در بین عمری 50 اذ ذاک که در آمده است. پس این اذ ذاک را میگوییم مبتدا برای خبری محذوف. اون خبر کائنون هست. اذ ذاک کائنون
یعنی همان وقت من بودم. اذا که کان همان وقت من بودم. 25 سنة 25 ساله. 5 منصوب است به خاطر اینکه خبری کان است و 20 عطف در جای 5 سنة تمیزی 25 یا 20 تمیزش. علی الاکثری تمیز عدد، سنة تمیز عدد، علی الاکثری یعنی حد اکثر. کان عمری اذ ذاک 25 سنة علی الاکثری. بود سن و سال من همان زمان، همان وقت 25 سال حد اکثر. بعدش میگه و کم سنتن عمر ولدک، و کم سنتن عمر ولدک یعنی چند سال است، چند ساله است فرزندی تو، چند ساله است عمر فرزندی تو. اما بهترش میگیم و کم سنتن عمر ولدک یعنی چند ساله هست فرزندی تو. کم مبتدا، سنتن تمیزش، عمرو خبری کم، عمرو مضاف، ولدی مضاف الیه، ولدی مضاف، کاف مضاف الیه. و کم سنتن عمر ولدک و چند ساله است فرزندی تو. هو ناهز البلوغ، هو ناهز البلوغ وی نزدیک شده است به بلاغت، وی نزدیک شده است به بلاغت، به سن و سال بلاغت. هو مبتدا، ناهز البلوغ جمله فعلی خبری هو، ناهز فعل ماضی فاعلش ضمیر مستتر هو، البلوغ مفعول به ناهز. بعدش میگوید یتقاضا فی کل شهر راتبا مقداره 100 روبل علی الاقل. یتقاضا یعنی دریافت میکند، یا میشه بگه میگیرد. فی کل شهر یعنی هر ماه. یتقاضا فی کل شهر میگیرد هر ماه، فی را ترجمه نمیکنیم، میگیرد هر ماه. راتبا یعنی مزد مهنتی که مقداره 100 روبل، مقدارش اندازه مزد مهنتش 100 روبل 200 روبل است، 200 روبل است. علی الاقل یعنی کمترینش، کمترینش 200 روبل است. یتقاضا فی کل شهر راتبا مقداره 100 روبل علی الاقل. میگیرد یا دریافت میکند هر ماه مزد مهنت را مقدارش 200 روبل است حد اقل. یتقاضا فعل ماضی فاعل ضمیر مستتر هو، فی کل شهر جار مجرور متعلق به یتقاضا، فی کل مضاف، شهر مضاف الیه، راتبا مفعول به یتقاضا میگیرد مزد مهنت را، مقداره 100 روبل، مقدارو مبتدا، مقدارو مضاف، هو مضاف الیه، 100 روبل 100 خبری مقدارو، خبری مقدارو، 100 مضاف، روبلین مضاف الیه. پس مقداره 100 روبلین این هر دو مبتدا و خبر در محل نصب صفت راتبا می شود، زیرا که راتبا نکره است، بعد جمله صفت می شود. راتبا صفتش همین که اندازش 200 روبل است، علی الاقل جار و مجرور. پس این هست درس و حوار و گفتگوی درس 83. با همین حوار و گفتگوی درس 83 به پایان رسید و در اینجا این درس را به پایان میرسانم تا درس 84، تا درس آینده. یکایک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سلامت و موفق و مؤید باشید و باز هم معذرت خواهی میکنم برای درازتر شدن درس ها، اما برای شما بفهمید و شما درک کنید، شما چیز فایده به دست بیارید، این وقتا را براتان گذاشته استادیم. الله سبحانه و تعالی در عوض این وقتا برای ما اجر و پاداش و کمپیر مادرمون را الله رحمت و مغفرت کند و الله سبحانه و تعالی پدرمون را حفظ کند، دعاگوی بالای سرمون باشد. آمین یا رب العالمین. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.